بازیکن‌های نسل قبل فوتبال رو چقدر میشناسی؟ تو این چالش بهم بگو که ستاره‌های نسل قبل و الان تو چه تیمی با هم بازی بودن. سلام، من مهران هستم و به کانال فوتبال فانتزی خوش اومدید. اگه اطلاعات فوتبالی خوبی دارین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. این چالش هم مثل دفعات قبل شامل 30 سوال و یک سوال ویژه است که در انتهای ویدیو ازتون خواهم پرسید. بریم سراغ سوال اول و بهم بگین که داوید دخیا و سرخیو آگوئرو در کدوم تیم با هم بازی بودن؟ و جوابمون تیمی نیست جز اتلتیکو مادرید. سوال بعدیمون شاید کمی سخت‌تر باشه و باید بهم بگین که ایوان راکیتیچ و مسعود اوزیل تو کدوم تیم هم بازی بودن؟ تو سوال سوم باید بهم بگین که انکوکو تو چه تیمی با بوفون هم بازی بود؟ و جوابمون تیمی نیست جز پاریس سن ژرمن. سوال چهارممون خیلی راحته و احتمالاً همتون جواب صحیح رو بدونید. و جوابمون تیمی نیست جز منچستر سیتی. روبینیو و آچروی توی تیم با هم بازی بودن و اون تیمی نیست جز آسه میلان. هوادارهای CR7 باید جواب این سوال رو به خوبی بدونن. و جوابمون تیمی نیست جز رئال مادرید. رسیدیم به سوال هفتم و باید بهم بگی که کدوم تیم بوده که این دو دروازه‌بان خوب رو به صورت همزمان داشته؟ و اون تیمی نیست جز آرسنال. رسیدیم به سوال بعدی و باید بهم بگین که پاتریس اورا و مارتین کاسرس تو چه تیمی هم بازی بود؟ تو سوال بعدی بهم بگین که زلاتان دوست داشتنی تو چه تیمی با دفاع هم بازی بوده؟ و اون تیمی نیست جز منچستر یونایتد. شاید همتون بدونید که آقای ریبری توی آخرین سالهای فوتبالیش چه تیمی بازی کرده. تو سال بعدی باید بهم بگین که این دو هموطن تو چه تیمی هم بازی بودن. و جواب اون تیمی نیست جز اینتر میلان. محمد صلاح توی سالی که زیاد مصدوم شد هم بازی اشلی کول بود. رسیدیم به ساده ترین سوال این لیست و دو اسطوره دوست داشتنی. شاید همتون بدونید که هیگوهاین توی دوران اوجش توی چه تیمی بازی کرده. سوال بعدیمون کمی سخته و فقط فوتبالی های دو آتیشه جوابشو میدونن. رسیدیم به سوال 16 و بهم بگین که پپرینا و جوکل تو چه تیمی هم بازی بودن. جواب سوال بعدیمون تیمی نیست جز اتلتیکو مادرید. هوادارهای سری آ جواب این سوالو خوب بلدن. تو این سال یه راهنمایی میکنم و اینکه جواب آرسنال نیست. تو این سال بهم بگی که کورتوا و داوید ویا تو چه تیمی هم بازی بودن. جواب سال بعدیمون هوادارهای لیگ برتر خوب بلدن. و جوابمون تیمی نیست جز ساوثهمپتون.
رافائل واران و کاکا فقط توی یه تیم هم بازی بودن و اون تیمی نیست جز رئال مادرید. تو این سوال بهم بگید که شوانشتایگر دوست داشتنی تو چه تیمی با دارمیان هم بازی بوده؟ سوال 24 شاید کمی غلط انداز باشه. جواب این سوالمون تیمی نیست جز تاتنهام. تو این سال بهم بگین که پاکو آلکاسر و آردا توران تو چه تیمی هم بازی بودن؟ این سالمون شاید کمی سخت‌تر از قبلی ها باشه و جوابمون تیمی نیست جز اورتون. تو این سوال میخوام بدونم که همبازی های وسلی اسنایدر رو چقدر میشناسید. جواب سوال 29 تیمی نیست جز سویا. رسیدیم به آخرین سوال و بهم بگین که این دو ستاره تو چه تیمی هم بازی بودن؟ خب بریم سراغ سوال ویژمون و بهم بگین که راول گونزالس و مانوئل نویر کجا هم بازی بودن؟ جواب سوال ویژه رو توی کامنت ها برام بنویسید و بگین که چه تعداد از این سوالا رو تونستین درست حدس بزنید. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. در آخر ازتون میخوام که کانال ما رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. این به من کمک میکنه تا بتونم محتوای بهتری براتون آماده کنم. موفق و پیروز باشید.